خیلی مخلصیم. امروز اومدیم آموزش شیرهای دسته‌گازی آب رو بهتون بدیم. اگر از این بالا چکه کرد بتونید به راحتی خودتون تو خونه تعمیر کنید. این شیر گازی آذر هست که واقعا این شیر با کیفیته و ما خرابیش رو تا حالا ندیدیم. حالا شرکت آذر برای ما یه نمونه فرستاد که شیر گازی است. شما برای شیر گاز انجام ندید، فقط برای شیرهای گازی آب استفاده کنید. ببینید وقتی که این دسته رو روی شیر باز کنید، این قسمت شیر دنبالش هست که تو شرکت چسب خورده. ما نمونه چسب نخوردهش رو داریم و شما میتونید ببندید روی گیره و باز کنید با یه آچار فرانسه. این قسمت اگر باز بشه یه گوی داره این زیر که گوی به راحتی در میاد بیرون. این گوی در اومد بیرون، این دنباله هم با فشار میاد بیرون. این قسمت اورینگ داره، این اورینگا خراب شده. برای شیرهای آبی میتونید تفلون بزنید و مجدد استفاده کنید. اگر تفلون زدید این قطعه رو میذارید سر جاش. ببینید این قسمت که برآمدگی داره باید رو به بیرون باشه. این قسمت گوی هم یه شیار داره، این شیاره دقیقا میفته اینجا. وقتی که افتاد دنباله رو میبندید، با آچار قشنگ سفتش میکنید. حالا یه مقدار تفلون هم میزنید و دسته رو میندازید سر جاش. به همین راحتی. اگه دوست داشتید لایک کن، پیج ما رو فالو داشته باش و کلی ترفند تأسیساتی میتونی تو پیج ما یاد بگیری.